بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، در یکی دیگر از بخشها یا قسمتهای رد بر معاندین یا دشمنان اسلام در خدمت شما هستم. امید است که الله متعال سبحانه و تعالی برای من و شما توفیق اطاعت و بندگی از خودش را و همچنین اطاعت و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم را نصیب بفرماید. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم با یکی دیگر از کلیپ های فردی به نام شفیع عیار که فردی است که در واقع سخنگوی بعضی از قسمتی از دشمنان اسلام هست را با هم دیگر میبینیم و ان شاء الله که به شرح آن یا به جواب آن و به پاسخ آن خواهیم پرداخت. از اتاق فرمان میخوام که کلیپ را پخش بکنند. سوره احزاب آیت دوم: و از آنچه از خداوندت به تو وحی می شود پیروی کن. نه، این می گپ است که من میزنم که پیغمبر از قرآن پیروی میکرد، فرمان خداوند بود. تو میگی نه، پیغمبر بیادر گل گپایش قبول کو، احادیثش در پلوی قرآن اگه نکدی غلط هستی. خداوند سعی که با پیغمبر بزرگ میگه، سوره احزاب آیت دوم: و از آنچه از خداوندت به تو وحی می شود پیروی کن. اینالی کاکا رفته قرآن اعلام کرده، پشت حدیث گرفته. کی با خداوند دشمنی میکنه و کی با پیغمبر دشمنی میکنه؟ بله، این فرد ادعا میکنه در این قسمت که یا در این کلیپ که اگر شخص احادیث پیامبر را قبول نداشته باشه، کی گفته که این فرد به هر حال درست نیست و یا دینش به هر حال، تعبیر او به هر حال یعنی کی گفته که راه و روش او درست نیست؟ و این فرد در کلیپ های دیگری هم حتی حد که حرمت میکنه به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در اینجا هم نوع حد که حرمت و رد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. بیاییم که با همدیگر با آیات قرآن مراجعه بکنیم. بله، الله متعال به پیامبر گفته آنچه را که ما به تو فرستادیم آن را ای پیامبر اطاعت بکن و آن را پیروی بکن. شفیع عیار، اگر به قرآن کریم ایمان داری که نداری، مطمئنم که نداری، و افراد دیگری که هم فکر تو هستند، بیاییم با همدیگر با قرآن مراجعه بکنیم. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نجم میگه که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. پیامبر چیزی را از پیش خود نمیگوید مگر آنچه که الله به او وحی میکنه. شفیع عیار، پیامبر از زبان خود چیزی نمیگوید. تو چرا حدیث پیامبر را قبول نداری، در حالی که حدیث پیامبر علیه الصلاة و السلام بنا به این آیه قرآن کریم وحی الهی است؟ وحی الهی است. و از جهت دیگر پیامبر علیه الصلاة و السلام اطاعت پیامبر واجب دانسته شده. اطاعت پیامبر و اطاعت از سنت پیامبر لازم و واجب و ضروری دانسته شده. اگر نمیدانی بیا که برای تو بفهمانم. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نساء آیت 59 میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. البته تو در داخل این نیستی. ای مؤمنین، خطاب به مؤمنین است، چون تو میخوای مؤمنین را فریب بدهی. گوش بکن که تا دیگه این اشتباه را نکنی و متوجه بشی که مؤمنین بیدارند. الله متعال به این مؤمنین میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. از الله اطاعت کنید و از پیامبرش اطاعت کنید. و در اینجا الله متعال امر میکنه، دستور میده. دستور الله هست و دستور الله سبحانه و تعالی واجب، لازم، ضروریه، الا امرای قرینه. و الله متعال سبحانه و تعالی وقتی که این را دستور میده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، نه تنها در این آیه بلکه آیات فراوانی در قرآن عظیم الشأن هست که این موضوع را مطرح میکنه. در سوره مبارکه انفال آیت 20 الله متعال سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنو، باز هم مؤمنین را خطاب میکنه، اطیعوا الله و رسوله، الله را اطاعت کنید، پیروی کنید و پیامبرش را اطاعت و پیروی بکنید. ولا تولوا عنه، و از پیامبر رو نگردانید. ای شفیع عیار کافر و مشرک، آیا تو از پیامبر رو گشتاندی یا نگشتاندی؟ آیا از سنت و پیامبر رو گشتاندی یا نگشتاندی؟ و افرادی که هم فکر تو هستند،
آیا شما از پیامبر رو گشتاندید یا نگشتاندید؟ حتی به پیامبر حد و حرمت میکنید، بی‌ادبی و گستاخی میکنید به پیامبر علیه السلام. و همچنین الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نساء آیت 80 به صورت صریح میگه که من یطع الرسول فقد اطاع الله. هر کس اطاعت از پیامبر بکنه به تحقیق که اطاعت الله را کرده. اطاعت پیامبر اطاعت الله است. اگر شخص اطاعت پیامبر را بکنه حتما او اطاعت الله متعال را کرده، و اگر شخص اطاعت پیامبر را نکنه او دروغ میگه که من اطاعت الله را میکنم. دروغ میگه، دروغگو هست و در ادعای خود دروغه. مثل که این فرد احمق میگه که چرا شما میگین که، یعنی سخنش اینه که چرا شما میگین که حدیث هم باید در کنارش باشه؟ چرا شما سخن پیامبر را قبول بکنین؟ کی گفته شما سخن پیامبر را قبول بکنین؟ الله میگه، مگر غیر از این است؟ پیامبر علیه السلام فرستاده شدند تا قرآن عظیم الشأن را برای ما تفسیر کنند، و تو فردی که خودت را مسلمان میگی و مسلمان نیستی و در لباس مسلمان هستی و افراد دیگری که مانند تو هستند و احادیث پیامبر را به صورت صریح رد میکنند و احادیث پیامبر را قبول ندارند، تفسیر قرآن را از کجا میگیرین شما؟ از کجا میگیرین تفسیر قرآن را؟ الله متعال وظیفه تبلیغ و تفسیر و تبیین و واضح نمودن قرآن را به دوش پیامبر گذاشته. تو اگر پیامبر را به عنوان مبین قرآن قبول نداری، خب کافری، مسلمان نیستی، نباید ادعا بکنی که من مسلمانم. الله متعال سبحانه و تعالی میگه در سوره مبارکه نحل آیت 64 میفرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدی و رحمة لقوم یؤمنون. بقیه‌اش را کار نداریم، فقط همین قسمت که الله متعال میگه و ما انزلنا علیک الکتاب، ما بر تو فرو نفرستادیم، نازل نکردیم کتاب را، یعنی قرآن را، الا لتبین لهم، مگر این که بر ایشان واضح بکنی، آشکار بکنی، تفسیر بکنی و تبیین بکنی بر آنچه که در آن اختلاف کردند. باز هم در سوره مبارکه نحل آیت 44 الله متعال سبحانه و تعالی میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. الله متعال میفرماید ما به تو نازل کردیم ای پیامبر، به تو فرو فرستادیم ای رسول ما، ذکر را، قرآن کریم را برای تو فرستادیم، لتبین للناس، تا برای مردم واضح بکنی، برای مردم آشکار بکنی. ای شفیع عیار، ای افراد دیگری که شما هم فکر این فرد احمق و بی سواد هستید، این آیات قرآن را چی میگید؟ چی جواب میدهید برای این آیات قرآن؟ شما خود را قرآنیون میگید که در واقع شما قرآنیون نیستید بلکه اهل شیطان هستید. الله متعال میگه پیامبر، برای پیامبر میگه پیامبر ما به تو قرآن نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، تو برای مردم تا این که واضح بکنی، این وظیفه پیامبره که قرآن را واضح بکنه، آشکار بکنه. خب این تفسیر قرآن را از کجا میگیری؟ مگر غیر این است که باید از حدیث پیامبر بگیری یا نه از جای دیگر میگیری؟ از دست مستشرقین شاید بگیری، از دست بادارها و اساتید نادان و جاهل خود بگیری، از دست افرادی که سواد ندارن بگیری. پیامبر موظفه که قرآن به ما واضح بکنه، قرآن به ما تفسیر بکنه. ما این تفسیر از کجا باید بگیریم؟ باید از سخن پیامبر بگیریم. ما قرآن را باید از سخن پیامبر علیه السلام بدانیم، بگیریم و آن را بفهمیم. الله متعال سبحانه و تعالی به پیامبرش میگه در سوره مبارکه بقره آیت 151 میگه که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اگرچه این آیات درسهای فراوانی داره این آیه مبارکه، بحث من اینجاست که الله متعال میگه ما چنانچه فرستادیم در میان شما رسولا منکم، پیامبر مثل خود شما، یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما رو به شما میخوانه، و یزکیکم، شما را تزکیه میکنه، و یعلمکم الکتاب والحکمه، برای شما قرآن را یاد میده، و الحکمه، حکمت یاد میده. حکمت چیه؟ شفیع عیار مرتد، این حکمت چیه در این آیه؟ حکمت سخن پیامبره، حدیث پیامبره، سخن رسول الله علیه السلام هست که تو میگی به آن پشت پا بزنید. یعنی چی حدیث پیامبر؟ نعوذ بالله.
و همچنین الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه آل عمران آیت 164 میگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین. بس اینجاست که الله متعال شبیه این آیه‌ای که قبلا آن را شرح دادیم و ترجمه کردیم در اینجا هم الله متعال بحث حکمت مطرح میکنه. الله میگه برای الله متعال برای مؤمنین منت گذاشته. واقعا این منت بزرگی است از جانب الله متعال که پیامبرش را برای ما فرستاده. این پیامبر چه کار میکنه؟ پیامبر یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. پیامبر کتاب را برای ایشان تعلیم میده، قرآن را برای ایشان تعلیم میده و الحکمه، حکمت را تعلیم میده. این حکمت چیه؟ حکمت چیه؟ آیا چیزی است جز سخن پیامبر و حدیث رسول الله علیه السلام؟ و همچنین ما آیات دیگری فراوان در این مورد داریم که الله سبحانه و تعالی ما را دستور میده که از سخن پیامبر و از سنت پیامبر پیروی بکنیم. الله سبحانه و تعالی میگه که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه را که پیامبر به شما دستور میده آن را بگیرید و آنچه که رسول الله علیه السلام شما را از آن منع میکنه خود را از آن باز دارید. این چیزی است که قرآن برای ما میگه. قرآنی که بر پیامبر نازل شده این را میگه. اما قرآنی که شفیعیار و امثالش از آن میگیرند و آن را تفسیر میکنند فکر نمیکنم و اصلا مطمئنم که این قرآنی که آنها تفسیر میکنند این قرآنی نیست که بر رسول الله علیه السلام نازل شده، بلکه این قرآنی است که خود آنها برای خود ساختند و در افکارشان آیات را گزینشی انتخاب میکنند. آیات را گزینشی انتخاب میکنن و به همان تعبیر عربی که میگه که ذکرت شیئا و نسیت اشیاء، تو یک چیزی یاد گرفتی و خیلی چیزهای دیگر فراموش کردی. شفیع عیار یک آیه را میخوانی و خیلی چیزها تو یاد نداری. الله متعال سبحانه و تعالی برای همه مسلمان ها توفیق بده که از قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله علیه السلام پیروی بکنند. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ah